حیفی فرزند که به ناموس به آر شود نیست مقبول خدا طاعتی هر آخی پدر جای او روزی جزا دوزخی پرنار شود ای کریمی تو بیرم خدمتی آنان بینما ای کریمی تو بیرم خدمتی آنان بینما تا که از فیضی دعا نقلی تو قربان شود سرمایه زندگی مادر نشود هیچ مهر به مهر او برابر نشود نه عمه و نه خاله و نه ینگه ما یک ذره خاکی پای مادر نشود کور گردد آن کسی که قدری مادر نداند قدری پدر نداند قدری شیری سفیدی مادر اگر نداند کور می شود السلام علیکم هموطنان عزیز همدیارای عزیز امروز حرکت کنیم بیم در من حرکت میکنم که همین گپوی فقط نغزنم یک گپ خوش زنم امروز روزی ایدی مادران است ایدی مادران باید هر روز باشد برادرای عزیز نه فقط ما نگاه کنیم که 8 مارس میشد ایدی مادران شد ایدی خواهران شد ایدی مادر باید هر روز باشد هر روز مادرای تلفن کنیم پدرای تلفن کنیم یک هفته آش گیریم پدر مادر این شخصیت های تکرار نشونده هستند پدر مادر این تولیدگری ما و شما هستند این پدر مادر بودن این بابا بیبی ما بودن کسی که گذشتهش رو فراموش میکند آینده ای نگ ندارد باید گذشته خود رو قدر کنیم که آینده ای نگ داشته باشیم برادرای عزیز ماهی رمضان مبارک باشد الله خیر و برکت شما زیاده گرداند الله خیراتون نمازهای خواندگیتون روزه داشتگیتون به درگاهش قبول کند خداوند همیشه سلامت و سربلند باشه برادرای عزیز خواهرای عزیز در غریبی صحت سلامت به وطن عزیزمون تاجیکستان روید خداوند تاجیکستان عزیزمون همیشه گل شکوفان باشد و همیشه بهار باشد وطن خودمون حاضر بهار است اینجا حالی هم زمستان است ایدی بهار است ایدی مادران است در پیش ایدی با چی میشد نوروز میشود برای همه همیشه خرسند باشیم این دنیا دنیای یک گذرا است حرکت کنیم یک دیگر ما در زندگی حرمت و احترام کنیم بعد که یک شخصیت گذشت باید ما چی میکنیم به قدرش میرسیم زنده جدای و مرده دوستدار میگوین خیلی یک گپ هست زنده های خور میکنیم و مرده ها ما قدر میکنیم در زندگی به قدر یک دیگر هستیم در زندگی حرکت کنیم یک دیگر رو تحقیر نکنیم یک دیگر رو حرمت و احترام کرده باشیم برادرای عزیز از شما احترامانه خوش میکردم یک برادری ما و شما در شهر یکاترینبورگ کانال کشودگان دروزیا تیوی کانال شما با 500 نفر شود 5000 میتین 1000 نفر شود اما هزارم آدم 10000 میگیرد و کامنت‌های خوب مینویسید شما مبلغ‌های پولی انتظار است و سورپرایز ها میکنن در کانالشون در اومده کانال همون کسا پیگیری کنید پادپیساسا کنید از نام ما سلام رسونید برادرای عزیز کمی هم باشد در شهر یکاترینبورگ در خدمت شما هستیم کامیچکو کلاچکو باشید ما کار داریم برادرای عزیز و او برادرایی که در شهر مسکو هستید خواهرها هستید اکوی امان شما به کار دعوت میکنن و به جای کار به جای خوب خورد و خوراک هم احتیاط کارخانهشون نمرهشون در زیر نوار میشه برادرای عزیز اگر کسی کانال ما و شما کانال فکر شما در خدمت شما هستیم بلیط های ارزان برای شما پیشکش میکنیم برادرای عزیز بسیار برادرها جلو میکنن در بلیط های فالشیوی باور کنید بعضی خدا به خبرو شهر نمیدارن پلوی برادرای نمیتونن کامیچکو کلاچکو سریاز با دیروز برآمدن که پلو ما یک برادر ندار باور کنید من شهر میدارم که روی شما برادرم در اکرامونم
اینترنت برای همین کارهای شرمنده کنی نیست. من حرکت میکنم یگان کسا همین روی اکران نبرم ایزای بنده میمین حرام است میگم برای اول باید یکدیگر در همین مسافرت غم نتیم یکدیگر فریب و نیرنگ نکنیم. دیروز دو تا خواهرای من حرکت کردم که اپاهایی که بین یکدیگر فهم کنید. بعد اون خواهر فهمیدم که خب پولشون گرفتن آوانسشون گرفتن با کم تریگه پولشون موندگی با روزای نزدیک میگیرن. نسبت یکدیگر مهربان باشیم برادر عزیز. این دنیای دو روزه یکدیگر حرمت و احترام کنیم برادر عزیز. وقتی قیمتی شما نمیگیرم از همه چیز قیمت این وقت است. وقتی خودتون صرف کارانه استفاده برید خودتون احتیاط کنید. کانال فکر شما در فکر شما هستیم شما نیز در فکر ما باشید. لایک و پدلیت فراموش نکنید. رحمت برادر عزیز. مادرای عزیز یه بار دیگه عیدتون مبارک.